همین جنگل از همین بغل رد شدم. یه 8 سال پیش باید مسیر از شب حرکت میکردیم. غذا نداشتیم، آب نداشتیم، خیلی سختی بود. از 1 کیلومتر خودمون خبر نداشتیم. روزی 2 تا از این کوه‌ها رو من بالا میرفتم و میومدم پایین. یعنی به حیوانات پناه میبردم، به آدما نمیبردیم. چشم خودم خرس رو دیدم، گرگ دیدم، گراز، گربه وحشی. آب بهم بدین، غذا بدید، اصلا محل نذاشت و درو بس رومون و درش هم قفل کرد. خوب میافتادن پایین، دست و پاشون میشکسته و دیگه نمیتونستن حرکت کنن. خواستن توانستنه. اگه بخوای میتونی به هدف داشته باشی، به هدفت برسی میشه. دوستان درود و مهر بر شما. تو کرواسی هستیم، یه محله هست به اسم بیربیر. یکی از دوستامونم که از شیراز اومده، حسن آقا، گفتش که ناوی رو باز کرد، دید نقطه هایی که قاچاقی 8 سال پیش اومده از این مسیر از تو این جنگل رد شده. یه خاطرات خیلی سخت و سنگینی برامون تعریف کرد که خیلی جالب بود. وقتی گفت نقطه ها روی گوشیم هستش، گفتیم جالبه که بریم ببینیم بعد 8 سال که حالا دیگه قبولی گرفته تو آلمان زندگی میکنه و اینا، چه خاطراتی داشته. اون منطقه‌ای رو که از اونجا رد شده گفتیم بریم ببینیم چجوری بوده. همونجا تو اون نقطه خاطراتش رو برامون تعریف میکنه و مطمئنا براتون جالب خواهد بود. اونایی که میخوان حالا بعدا قاچاقی بیان ببینن چه سختی هایی تو مسیرشونه و چه چیزهایی رو باید رعایت کنن و چه خطرهایی میتونه تو مسیر براشون پیش بیاد. خب دوستان، رسیدیم به منطقه‌ای که حسن آقای عزیز با دوستاش اینجا رد شده. حسن آقا بارانی عزیز از بچه‌های گل شیراز، ایشون اینجا در کنار من هستن. حسن جان کلا تعریف کن چه سالی بود، از کجا شروع کردی، چجوری اومدی رد شدی، خاطرهای خوب، بعد خطرهایی که تو مسیر هستش برای مردم و کسایی که دوستان از این مسیر رد بشن. درود همه دوستان عزیز، از اینکه صدامو میشنوید خیلی خوشحال هستم. واقعا از تجربه خودم میخوام براتون بگم. حسال که تو این مسیر اومدم براتون میخوام صحبت کنم. خیلی جالبه، دوست دارید بشنوید این خاطراتی که من داشتم. واقعا خیلی جالبه. تو این مسیر بیشتر موقع بود باید مسیر از شب حرکت میکردیم. خیلی شلوغ بود، مسیرهایی که خیلی شلوغ بودن بیشتر ما شبا تو اون مسیر حرکت میکردیم. نمیشد تو روز حرکت کرد. به خاطر همین سعی میکردیم شبا از ساعت مثلا موقعی که هوا گرگو میشد دیگه اون جاده رو حرکت میکردیم و مسیر رو میرفتیم تو صبح. همینجور راه میرفتیم پیاده روی. همه از این جنگل بود. بعد غذا نداشتیم، آب نداشتیم، خیلی سختی بود. سختی خیلی زیادی ما داشتیم توی این مسیر که راه اومدیم. ولی جالب اینجاست که به هدف رسیدیم، به مقصد رسیدیم. مهم این بود که هدف داشته باشیم و این هدف ما خیلی برامون قشنگ بود که به مقصد برسیم. به خاطر هدف هر کی داشته باشه به مقصد میرسه. و جالب اینجاست که این مسیر ما 2 نفر بودیم حرکت کردیم. 2 نفر بودیم این مسیر رو اومدیم. خیلی برامون جالب بود و تازه تجربه هیچی نداشتم. هیچ تجربه از این مسیر رو نداشتم و نمیدونستم چه جوری است، چی جلومون هست، چه اتفاقی میخواد بیفته. از 1 کیلومتر خودمون خبر نداشتیم چه اتفاقی میخواد توی مسیر برامون اتفاق بیفته. و خیلی جا بود که حیوانای اینجا رو زیاد دیدم. به چشم خودم دیدم حیوان میخواد حمله کنه. ما که هیچی با خودم نبردیم، حتی یه چاقو هم نداشتیم. فقط تنها اسلحه‌ای که ما داشتیم یه چوب به عنوان مثلا محافظ از خودمون دست میگرفتیم و حرکت میکردیم. روزانه دقیقا میتونم بگم روزی 2 تا از این کوه‌ها رو من بالا میرفتم و میومدم پایین. هر روز این مسیر رو من میرفتم و برمیگشتیم و مسیر یه چیولوش 250 کیلومتر من مسیر مستقیم رفتم. 250 کیلومتر از تو جنگل، همش فقط از تو جنگل. یعنی به حیوانات پناه میبردم، به آدما نمیبردیم. آدما رو میدیدن، سری ما رو میدیدن، اولین تلفن دست میکردن، زنگ میزدن به پلیس، میگن اینجا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر یه گروه دارن رد میشن. سری زنگ میزدن و باعث میشد که جلومون رو میبسیدن پلیس و پیدامون میکردن و میگرفتن و برمیگردوندن. این جمله جالبی بود که آدم بعضی جا مجبور میشه به حیوان پناه ببره ولی به انسان نه. حیوانا خوب بودن، بیازار بودن، ولی خرس داشت. چندین بار علنا با چشم خودم خرس رو دیدم، گرگ دیدم، آهو، گوز، گراز، گربه وحشی. اینا خیلی داره اینجا توی این مسیر، خیلی داره و تقریبا بیازارن.
تقریبا میشه بگید 11 ولی تو زمانی که گرسنه نباشم به آسانا حمله نمی‌کنم. فکرشو میکردی بعد 8 سال دوباره بیای همین نقطه‌ای که این مسیر رد شده یا این جنگل رد شدی؟ به خودم گفتم اولین کشوری که من برسم و اقامت رو بگیرم برمیگردم و همین نقطه میرسم و نشون میدم که خواستن توانستنه. اگه بخوای میتونی به هدف داشته باشی، به هدفت برسی میشه. و الان تو این کشورشون اومدم، با ماشین خودم اومدم اینجا رو دیدم دوباره به چشم و خیلی برام جالبه، خیلی برام قشنگه الانه که این مسیر رو دارم میبینم و این جاده، این نقطه. من از همین جنگل، از همین بغل رد شدم، یه 8 سال پیش از اینجا رد شدم. برام واقعا خیلی شده بود مثلا برین توی این خونه ها یه چیزی بردارین، حالا نیاز داشته باشه از سر گشنگی یا حالا شارژی، پاوری، هر چی بود. یه قسمت از زندگیم بود، واقعا داشتم توی این مسیر می اومدم و آب نداشتیم دیگه، غذامون خیلی کم بود. تقریبا میتونیم بگیم 8 روز راه دیگه داشتیم و به اندازه مثلا 2 روز یا 3 روز مثلا غذا داشتیم. رفتم داخل این خونه ها، من یادمه یک از این خونه ها رو در باز کردیم، تنها چیزی که تونستم در بیارم آب بود و مقداری شکر و یه چیپس و یه 300 cc الکل. یه الکل برداشتم. آره ولی اینقدر گرسنم بود، به اندازه یه استکان می‌خوردم، انگار 4 لیتر من مشروب خورده بودم. اصلا قشنگ گیش می‌شدم، معده خالی. بعد این مسیر دیگه خلاصه سختی خودش داشت و شبا کجا می‌خوابیدیم؟ باید جایی می‌خوابیدیم که حتی به چشم نیاد، مثل حالتی باشه که برآمدگی به پایین داشته باشه و اون کیسه خوابی که ما همراهمون بود پهن می‌کردیم، یه پلاستیک پهن می‌کردیم کفش، کیسه خوابو پهن می‌کردیم و توی گودی مثلا می‌خوابیدیم که کسی ما رو نبینه. باید اینجوری بودیم که از انسانات به دور باشیم، کسی ما رو نبینه. تو اونجایی که میتونستیم آتیش نباید روشن می‌کردیم. 2 روز بود، 3 روز بود من بارون می‌خوردم، یه تیکه همش بارون بود، خیس می‌شدیم ولی اجازه آتیش روشن کردن رو نداشتیم. اصلا نمی‌تونستیم آتیش روشن کنیم. شد از تشنگی مثلا چه می‌دونم یه گیاه جنگلی بخوری یا آب تو جوب بخوری، تو همین جوبایی که آب جمع میشه آب بارون اینا. این مسیری که میریم جاده‌ای هستن مثل حالت جاده خاکی است ولی تردد تراکتور و اینا بوده، ماشین کامیون و سنگین و حالت گودی توش در اومده بود، آب بارون زده بود داخلش و ما همونا رو پر می‌کردیم و همونا رو استفاده می‌کردیم. این باعث می‌شد که رفع آتش بشه فقط. بعد مسیر جلوتر که می‌رفتیم تو هر یکی از این چالاری که نگاه می‌کردیم از این جونورهای ریز داشتن توش تکون می‌خوردن و این علنا به چشم دیدم و اون آب من استفاده می‌کردم، اون آب می‌خوردم. آره. الان توصیه چیه که خیلی خب الان بازم هستن کسایی که به ناچار مجبورن بزنن تو کوه و بیابون و جنگل، چی بهشون داری بگی؟ میگی بیان تجربه‌ای که داشتی یا نه خیلی خطرناکه؟ تجربه که من دارم از این جاده به نظر من اول یه نفره خیلی سخته، اصلا نمیشه بیای، باید گروه باشید، حداقل بالای 2 نفر. یه نفری نمیشه، باید 2 نفری باشه، حداقل 3 نفری باشه یا گروهی باشید اگر این مسیر رو بخوای بیای. و نقطه ها رو حالا بعداً تو دونه بدونه یکی بهتون نشون میدم چه مسیری من اومدم. تقریبا از اولین استارت من از بیهاج بود، به سمت کنار ریکا رد میشه و به شهر تریسته ایتالیا میرسه و این سه تا کشوری که من رد کردم میشه بوسنی که داخلش بودم، میشه کرواسی، اسلوونی و ایتالیا. تو تریسته ایتالیا من مسیر اومدم و خیلی هستن قاچاقبر بودن، پول میگرفتن تو اون شرایط. خیلی ها بودن قاچاقبر پولاشون خورده بود و دیگه هیچ پولی نداشتن و مجبور بودن این مسیر رو پیاده بیان برن. به خاطر همین باید جون میدادن به این سختی راه و تحمل میکردن این مسیر رو و می اومدن. خیلی ها بودن گیم های مختلف میزدن، مثلا گیم مثلا شهر بزرگ میرسیدم گیم اتوبوس میزدن، گیم قطار میزدن و ما گیم پیاده رو زدیم. به نظر من خیلی سخته پیاده، ولی یه چالوش من 35 کیلو وزن کم کردم توی این مسیر که اومدم. تقریبا بار اول 2 تا گیم من زدم، یکیش تقریبا 18 روز راه رفتم، بعد از 18 روز 3 مرتبه رفتم توی یه پامپ بنزین. بار اول رفتم خرید کردم اومدم بیرون،
بار دوم رفتم پام بنزینه بسته بود، گذاشتیم فجر صبح بشه که برم گوشیمو شارژ کنم، ولی تو اون نقطه اسلوونی بودم، نزدیک به نقطه ایتالیا، مرز ایتالیا بودم و چون لب مرز بودم همون فروشنده پامپ بنزین زنگ زد به پلیس و اومد منو گرفت. گفتم میخوام برم کمپ مرکز، اسم پایتختش لوبیانا هست، همچی اسمی داره. میخواستم برم اونجا که پلیس گفت نه شما دیپورت هستین، ما میدیم به کرواسی هم در عرض 2 ساعت، مسیری که من 18 روز آمده بودم 2 ساعته منو برگشتون به نقطه اولم بوسنی. دیگه حالا قسمت بود این که برگردم دوباره با یکی از دوستای دیگه‌ام و بریم. من 2 نفری حرکت کردم. اون مسیری که من رو برگشتم دوستم رسید به میلان ایتالیا، ولی منو برگردوندم به نقطه اول بوسنی. ناامید نشدی بعد 18 روز دوباره باید از صفر شروع می‌کردی؟ کل این مسیر خطرناکه. ببین علی آقا، من توی 18 روز که مسیر رو رفتم تقریبا میتونم بگم یک کفش خراب کردم. یک کفش اصلا پاره شد و برگشتم دوباره کیسه خواب خریدیم، دوباره کفش خریدیم، مواد غذایی خریدیم، همه رو تجهیزات اولیه رو اوکی کردیم. حتی سوزن نخ بهترین وسیله بود که ما باید داشته باشیم، همراهمون بود. یه چی به نظر علی پیش پا میفته، ولی این دسته کوله پشتی که کنده میشد نمیتونستی دست بگیری، باید. و اومد منو گرفت. گفتم میخوام برم کمپ مرکز، اسم پایتختش لوبیانا هست، همچی اسمی داره. میخواستم برم اونجا که پلیس گفت نه شما دیپورت هستین، ما میدیم به کرواسی هم در عرض 2 ساعت، مسیری که من 18 روز آمده بودم 2 ساعته منو برگشتون به نقطه اولم بوسنی. دیگه حالا قسمت بود این که برگردم دوباره با یکی از دوستای دیگه‌ام و بریم. من 2 نفری حرکت کردم. اون مسیری که من رو برگشتم دوستم رسید به میلان ایتالیا، ولی منو برگردوندم به نقطه اول بوسنی. ناامید نشدی بعد 18 روز دوباره باید از صفر شروع می‌کردی؟ کل این مسیر خطرناکه. ببین علی آقا، من توی 18 روز که مسیر رو رفتم تقریبا میتونم بگم یک کفش خراب کردم. یک کفش اصلا پاره شد و برگشتم دوباره کیسه خواب خریدیم، دوباره کفش خریدیم، مواد غذایی خریدیم، همه رو تجهیزات اولیه رو اوکی کردیم. حتی سوزن نخ بهترین وسیله بود که ما باید داشته باشیم، همراهمون بود. یه چی به نظر علی پیش پا میفته، ولی این دسته کوله پشتی که کنده میشد نمیتونستی دست بگیری، باید حتما یه سوزن نخ مثلا داشته باشی که بتونی بدوزی و بنازی رو کولت که بتونی حرکت کنی. اگر رو کولت نبود می‌خواستی دست بگیری اصلا نمیشد. آره، حالا تجربه‌ای که داری به اینجا رسیدیم جالبه. چی توصیه میکنی؟ چی واجبه تو مسیر؟ حالا جدای خوراک و آب که حالا یه جوری حالا میشه پیدا کرد، کسی از گشنگی نمرده، ولی چیزای ضروری کوچیک مثل همین نخ سوزنی که میگی، به جز این چی به نظرت باید باشه؟ بایدیه. پلاستیک خیلی مهمه. پلاستیک زباله، مخصوصا سایز بزرگش، خیلی کمک میکرد. موقعی که بارون میومد ما باد میکردیم، موقعی که زمین خیس میشد نمیتونستیم رو زمین بشینیم، پلاستیک پهن میکردیم و رو زمین میشنستیم. کیسه خواب از مهمترین ابزار باید باشه. اگر کیسه خواب نداشته باشی هم از سرما خیلی احتمال داره واقعا سرما بخوری، مریض بشی توی مسیر. و اینا وسایل ضروری مثل سوزن نخ، کیسه خواب، پلاستیک زباله و یک کفش خوب محکم اسپورت داشته باشی که بتونی این مسیر رو ادامه بدی. روز اولی که بار اولی که منو گرفتم تقریبا رفتم تو اسلوونی بودم، 27 کیلومتر دیگه داشتم به ایتالیا برسم و این باعث شد که منو برگردونن. گفتم دیگه ایتالیا اسلوونی هستم، حوزه شنگن هستم و دیگه منو بر نمیگردونن. چون لب نقطه مرزی بودم پلیس اومد زنگ زد منو گرفتن و بردن توی کمپی بود، مثل حالت هر کی میگرفتن تو اون مسیر رو پیاده میرفت همه رو میگرفتن یه جا جمع میکردن و یه ون می اومد همه رو ون میکردن داخلش سوار میکردن و 2 ساعت نمیشد تا به نقطه مرز بوسنی ما رو پیاده میکردن، میگفتن فقط از این مستقیم برید، از این مسیر مستقیم برید و برگردین سر جای اولتون. این مسیری که بود باعث شد که منو پلیس گرفت و بعد از 2 ساعت من برگشتم به عقب. فرداش به دوستم زنگ زدم، اون میلان ایتالیا بود، من برعکس رفته بودم به پایین نقطه برگشته بودم. مسیرهای بود که من توی جنگل، توی تاریکی شبها توی جنگل بودیم، داشتیم میرفتیم به مدت 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر، فقط هیچ نوری هم نمیتونستیم روشن کنیم، فقط جاده رو پیدا میکردیم، به چشم می‌انداختیم به جاده که جاده رو گم نکنیم از کدام مسیر بریم.
جاده هر جور که بود ما اون رو دنبال میکردیم و باعث میشد که دور بر ما حیوانایی بودن، حالا نمیدونم حیوان بود یا هر چی که بود، 1 کیلومتر 2 کیلومتر ما رو تعقیب میکردیم، مسیر رو پشت سرمون بغل دستمون حرکت میکرد میومد و هرچی ما چشم مینداختیم استاپ میکردیم اون استاپ میکرد، راه میافتادیم اون راه میافتاد. اصلا این خیلی تلخ بود برای من که نمیدونم چی هست بغل دست من که داره حرکت میکنه. این واقعا سخت بود و علنا به چشم خودم خرس دیدم. من خرس رو دیدم با 2 تا طولش، 2 تا طوله کوچولو. بعد داشتیم میرفتیم تو مسیر به فاصله تقریبا 40 متر یا 50 متر اون خرس مادرش بلند شد رو پایش وایساد، دستش رو آورد بالا برامون که گفت از اینجا دور بشید و ما به مسیر ادامه دادیم. من دنبالمون زد نه چیزی، ولی مسیرهایی بودن که درخت‌ها تو مسیر افتاده بودن به چه عظمتی، درخت‌های بزرگ نگاه می‌کردی تقریبا 500-600 متر طول اون درخته بود که رو زمین افتاده بود، از ریشه افتاده بود. جای اون ریشه هاش، جای اون چیهاشون شده بود لونه خرس ها و گرگ ها و حیوانات این جنگل زندگی میکردن. این برام خیلی جالب بود و مسیرهایی که رد میشدیم و از قلمرو مثلا خرس ها رد میشدیم برای اون نعره میزدن که از اینجا زودتر دور بشیم. این برام واقعا جالب بود و همچین تجربه تا حالا تو زندگی من نداشتم. این برام خیلی جالب بود. مردم کدوم کشورها رو فکر میکنی از همه بهتر بودن؟ حالا همه که خب میفروشن چون مجبورن، این همه جمعیت هر شب میرن و خسارت میزنن. مثلا همین سیب زمینیایی که داریم میبینیم احتمال داره اگر پاییز باشه یارو کسایی که هم مسیر رد میشن میکنن میخورن، حالا میپزن، گشنگی چاره‌ای ندارن. کدوم کشور جماعتشون خوب بود؟ حالا حداقل برخوردشون یا کمتر میفروختن؟ توی بوسنی که ما رسیدیم، به مرکزش که رسیدیم سارایوو، تو قسمت بوسنی بودیم، مرکز سارایوو و اونجا خیلی مردم مهمان نوازی داشتن و ما رو میدیدن از اون میپرسیدن کجایی هستیم، میگفتیم ایرانی هستیم و خیلی رسیدگی میکردن به ما، میرفتن برامون غذا میخریدن، نیاز داشتیم مثلا پول به ما میدادن، خیلی کمک ها میکردن. خیلی آره بوسنی هرزگوین. بعد مردمش واقعا خیلی خوب بودن. تو این مسیرم من بود علنا رفتم در یه خونه در زدم ولی دیر وقت بود، به اون طرف گفتم آب بهم بدین، غذا بدید، اصلا محل نذاشت و درو بس رومون و درش هم قفل کرد از ترس. گفتیم الان تماس میگیره به پلیس. سریع فرار کرد. آره سریع فرار کردیم از اون منطقه و هیچ حمایت از ما نکردن. مردم بوسنی واقعا مردم خیلی خوب هستن. پلیسای نمیتونم حالا بگم، شاید از مرزبانیشون، شاید از میهنشون، شاید از کشورشون داشتن محافظت میکردن. آره دیگه ولی طبیعیه. گوشی رو ازت میگرفتن و یه پیشگوشی میکردن توی جا شارژی و اونو در میبردن، شارژتو در میبردن، خراب میکردن که نتونی دوباره برگردی به اون نقطه و بخوای یه گیم بزنی. الان اینجا هستیم ما، اینجا قسمت خونه هستن که ما میگیریم میخوابیم اینجا، برای خوابمون هست. اینجا هم توالتشون هست، اینجا حمامشون هست، اینجا کمک‌های مردمی هست، کمک‌های دولتی هست کمک میکنن. اینا هم که میبینین اینا اجتماع خانواده هستن، اینا هلال عمل هستن و که کمک میکنن برای مردم، علاوه دارو، علاوه همه چی کمک میکنن، هیچ مشکلی هم ما نداریم. فقط اینجا مشکلمون همینه دیگه، ما الان اینجا گیر کردیم و هیچ راه دیگه ای هم نداریم و خیلی سخته، واقعا سخته. کار بزرگ و سخته که این بچه‌ها انجام دادن. حالا هر کی که قاچاقی اومده توی این مسیر، خیلی از بین رفتن، بچه‌هاشون افتاده تو رودخونه از بین رفتن. حالا من واقعا توصیه نمی‌کنم به هیچ کسی این مسیر رو بخواد پیاده بیاد تو هر شرایطی. حالا قاچاقی اومدن واقعا سخته، چه دریا چه پیاده، خطرهای خاص خودش رو داره. خیلی از بین رفتن. بله بیشتر توی مسیر بوسنی که ما این مسیر رو میرفتیم خیلی ها میبینم واقعا به گوش خودم میرسید که فلان قایق از یونان غرق شد و فلان پناهنده ها رو من الان دوست خودم الان با چشم خودم دیدم. دوست خودم داشتم از مسیر می اومد از یونان، میگه یه قایق ما بودیم تقریبا 30 نفر بودیم، چپ شد اون قایق. بعد که برگشتن آمار گرفتن شدیم 28 نفر، 2 نفر اصلا نبود، میگه اصلا نیستن تو قایق ما، اصلا پیداشون نکردن و غرق شده بود. و به گوش میرسیدم بچه، زن، پیر، جوون همه میرفتن داخل آب و دیگه بالا نمی اومدن و غرق میشدن و
بیشتر اتفاقات تو یونان خیلی افتاد و توی مسیر همین جنگل خیلی ها بودن واقعا بچه‌هاشون ناپدید شدن و گم شدن، از کوه میافتادن پایین، دست و پاشون میشکسته و دیگه نمیتونستن حرکت کنن، شاید تک نفری بودن حرکت میکردن. این گروه باشی فقط به خاطر همینه، حداقل یه نفر میتونه بره مثلا برات آمار برسونه، کمک برسونه، فقط همینه. و اگر تنها باشی احتمالش خیلی سخت‌تر میشه که نتونی مثلا جون خودت نجات بدی. آره این دوستمون یادآوری کرد به ما که اون قبرستونه اول یونانه که ترکیه وارد یونان میشه که خیلی گمنام اونجا دفن میشن، گمنام از بین میرن اونجا دفنشون میکنن. بله اونجا تو یونانه. خب دیگه حسن جان چه توصیه‌ای داری؟ الان میگی اونایی که واقعا تو فشار هستن، حالا تو هر شرایطی، حالا سیاسی، پولی، هر چی، توصیه میکنی این مسیر رو بیان با قایق بیان، قاچاقی بیان، یا یه جورایی بتونن با پرواز ویزا جور کنن بیان؟ تو کدومش رو توصیه میکنی؟ چون دیدی و تجربه داشتی. تجربه که من دارم واقعا خیلی سخته، مسیر پیاده خیلی سخته و دیدم علنا با چشم خودم دیدم خانواده از این مسیر رد شد اومد و به هدفشون رسیدن. اگه هدف داشته باشی کار نشو نداره، اصلا کار نشو نداره. من این تکی کلام خودم بود، همیشه میگفتم و میشه خواستن توانستنه. اگه بخوای میتونی این مسیر بیای، ولی من اصلا به هیچ کسی این توصیه رو نمی کنم که این مسیر رو بخواد برگردن به مقصدشون برسن. و حسن اگر پول داشته باشن میتونن به قاچاقبر بدن و این مسیر رو به صورت ماشین سوار میشن، فقط مرزا رو پیاده میشن. آره این مسیر رو میان و به هدفشون میرسن، به مقصد میرسن. و به نظر من بهترین راه اینه که از همون کشور خودمون ایران بتونیم فقط مسیر ویزا رو بگیریم و به صورت هوایی این مسیر رو رفت آمد کنیم و دیگه قانونی هیچ. خب دمت گرم حسن جان. من و حسن آقا و آقا جهانگیر علوی عزیز که زحمت فیلم برداری رو کشید برامون، گفتیم یه تجدید خاطری برای حسن آقای عزیز باشه و هم یه ویدئویی تهیه کنیم اگر کسی که دوست داره این مسیر رو بیاد با سختی ها و مسیر یه جورایی آشنا بشه. امیدواریم کمکی شده باشه و هم ببینین که چقدر سختی و خطر تو مسیرتون هستش. باید همه اینا رو به جون بخرید. حسن جان ممنونم. اگه صحبتی نداری که هیچ. خیلی خوشحالم که بعد از 8 سال دوباره اومدم و این مسیر رو دیدم و اولش به بچه‌ها گفتم همچونه تپش قلب داشتم. خیلی اصلا برام استرس شده بود و دوباره این مسیر رو دیدم. واقعا این نقطه رو قشنگ تو حضور ذهن دارم. این مسیری که اومدم، اصلا این نقطه که اومدم، ما از خونه ها دور می شدیم، از انسان ها دور می شدیم و تو جنگل می رفتیم، با حیوونا پناه می بردیم، ولی از آدم ها دور بودیم. این برام خیلی جالب بود که این نقطه رو بیام دوباره ببینم. واقعا خیلی برام قشنگ بود این تجربه‌ای که قبلا داشتم و الان دوباره برگشتم داخلش. ممنونم و دوستان خدا نگهدارتون، مانا و پایدار باشید.